به صورت زنده از بازارهای سرمایه جهان. در اینجا جدیدترین عناوین خبری مالی توسط CMS پرایم برای شما آورده شده است. صبح بخیر و ممنونم از اینکه برای چشم انداز بازار جمعه ها به ما ملحق شدید. امروز سامان از اتاق معاملاتی ما به ما ملحق میشه تا خبرهای بیشتری رو در مورد تحولات اخیر به ما بگه. سامان: احتمال عرضه بیش از حد سهام ماینینگ بیت کوین پس از لغو برنامه‌های مایکروسافت برای مرکز داده هوش مصنوعی در آمریکا و اروپا کاهش یافت. مایکروسافت دلیل این تصمیم را احتمال عرضه بیش از حد عنوان کرد. سهام شرکت‌های ماینینگ بین 4% تا 12% افت کرد. افت شاخص‌های جهانی پس از اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ بر واردات خودرو کاهش یافتند. بازارهای ژاپن و کره جنوبی بیشترین زیان را متحمل شدند و معاملات آتی اروپا نیز روند نزولی را نشان می‌دهد. ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی، قیمت نفت با نگرانی از تأثیر تعرفه‌های خودرویی ترامپ کاهش یافت. تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا علیه خریداران نفت ونزوئلا و تحریم‌های ایران نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی را تشدید کرده است. جفت ارز USD JPY در جلسه آخر دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن یک افت جزئی 0.1% داشت. MACD سیگنال مثبت می‌دهد که با تحلیل تکنیکال کلی ما مطابقت دارد. جفت ارز AUD USD در جلسه آخر جفت دلار استرالیا دلار آمریکا به میزان 0.3% سوددهی داشت. سیگنال مثبت CCI با تحلیل تکنیکال کلی ما مطابق است. جفت ارز USD KRW در جلسه آخر جفت دلار آمریکا ون کره با سقوط 0.1% یک رانش جزئی رو به پایین داشت. CCI سیگنال منفی می‌دهد. جفت ارز BTC USD جلسه آخر شاهد افزایش بیت کوین به میزان 0.6% نسبت به دلار آمریکا بودیم. استوکاستیک RSI سیگنال مثبت می‌دهد. و اما داده‌های مهمی طی چند روز آینده خواهند رسید. همچنین باید مراقب باشیم گزارش‌های ثانویه شاید همین اندازه اثرگذار باشند. معامله‌گران موفق عموماً فقط به یک داده بسنده نمی‌کنند. آنها منتظر الگوی تایید از سوی سایر گزارش‌ها یا خبرهای بعدی می‌مانند تا موضعی مطمئن اتخاذ کنند. امیدواریم که از چشم انداز بازار جمعه ما لذت برده باشید. از طرف همگی ما در اینجا براتون یک روز معاملاتی پربار و آرزو میکنید. فراموش نکنید که فردا صبح برای آخرین اخبار و وقایع از بازارهای اقتصادی لاگین کنید.